منم سلام میکنم خدمت همه عزیزان. مزمور 43 دعای شخص پریشان رو با هم قرائت میکنیم. ای خدا، مرا داوری کن و دعوای مرا با قوم بی‌رحم فیصل فرما و از مرد حیله‌گر و ظالم مرا خلاصی ده. زیرا تو خدای قوت من هستی، چرا مرا دور انداختی؟ چرا به سبب ستم دشمن ماتم کنان طرد کن بکنم؟ نور و راستی خود را بفرست تا مرا هدایت نمایند و مرا به کوه مقدس تو و مسکنهای تو رسانند. آنگاه به مذبح خدا خواهم رفت، به سوی خدایی که سرور و خرمی من است. و تو را ای خدا، خدای من، با بربط تسبیح خواهم خواند. ای جان من، چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ امید بر من دار، امید بر خدا دار، زیرا که او را باز هم خواهم گفت که نجات روی من و خدای من است. آمین.